یه روز به من گفتش که من بهش گفتم بابا بیا با هم صمیمی باشیم، با هم دوست باشیم، هرچی شد به هم دیگه بگیم. دیدم میگه آره بابا راست میگه. منم خیلی خوشحالم دیگه هر کار کرد این به من میگه. درست این حرف زور صحبت کردیم اینا. دیدم غروب به من گفت که بابا ببخشید من میخوام دوست دختره بیارم خونه. خب من آهنگ کردم. گفت برید بیرون ها. اصلا گفت اصلا تو شرایط تو ما تهران این شرایط شد عادی باشه، ولی تو شرایط ما همچین چیزی وجود. این منو گفت هنوز را پیش من این صحبت ها اصلا نه با مادر من سرم اصلا سیاست دیدم میگه بابا من بذار دوست دخترم بیارم. گفت برید بیرون شما. من دیگه برید نمیدونم بیرون اگه میشه فضا رو برای یه دختر پسر راه بزنیم بخوام صحبت کنیم. واقعا صحبت می‌خواستیم بکنیم. برای همین سن بابا سالش آقا این حرفا رو پیش من نمیزد، اصلا باورتون نمیشه. میگه خب بی رفیق باشیم خودش. اون موقع ویدیو بود، ویدیو ممنوع بود. من تو خونه ویدیو داشتم. بعد مثلا هر جمعیت مهمانی این نمی اومد. گفتم آقا بیا بریم مهمانی. گفت نه من نمیام. خب من دیگه یه دختر دارم روزا، خیلی از زریبوچیش بالا. خب گفت بابا این پشت پاهای منو میزنی میگه نگو. به من گفتش که بابا باورم اعتماد نداری سیم بگم ببر. من راه گفتم هر سیما رو کندم و بردم خونه. دیدم دختر میگه بابا یه چیزی نکنی رفته باشه سیم خریده باشه. من از مهمانی اومدم خونه، اومدم دید سیما همه واسه نشسته داره فیلم رو نگاه میکنه.